اوکی. آره اینجوری بهتر شد. سلام، چطوری؟ آجی چقدر دلم براتون تنگ شده بود. فکر کنم نزدیک 2 سالی هستش که با این قاب ویدیو نذاشتم. احتمالا شاید شورتای من دیده بودین. تو این 2 سال سعی کردم بیشتر شورت بذارم توی یوتیوب، ولی گفتم که تقریبا سعی کنم برگردم به اون روال قبل رو این شکلی این مدلی ویدیو بزنم، یه ذره ویدیو لایک‌تر. این چند وقت نمیدونم تا کجا ویدیوامو نگاه میکنی، خیلی درگیر پرینتر سه‌بعدی بودم و یکی از هابیام جدیدن شده پرینتر سه‌بعدی و از جایی که به نظر من یه چیز روی میکروفون بذاریم، اسپریت هم روشنه، من اینو خاموش کنم، امیدوارم صدا رو میکروفون تاثیر نداشته باشه. از جایی که هابی من چند مدت پرینتر سه‌بعدی بوده و میدونم خیلی هاتون پرینتر سه‌بعدی دوست دارین، گفتم مثلا یک بهونه‌ای بشه این چیزایی که به صورت شورت راجع به پرینتر سه‌بعدی میذارم، به صورت ویدیو کوتاه راجع به پرینتر سه‌بعدی میذارم، بیام به صورت لانگ پشت صحنه‌شو بذارم، بیشتر باهاتون در ارتباط باشم راجع به این پرینتر سه‌بعدی، چون میدونم هم چیز خیلی باحال و سرگرم کننده ایه، هم میشه ازش کسب درآمد کرد. به اونجا میرسیم، اما قبلش گوشیم اونجاست. چند وقت پیش یه کوئسشن گذاشته بودم، یه عکسی گذاشته بودم توی سوشال یوتیوب، گفته بودم یه سری سوال بپرسید. گفتم واسه شروع بد نباشه، خیلی وقت خب شاید من یادتون نرفته باشه، ولی به هر حال گفتم که این یه بابی بشه که با هم بیشتر در ارتباط باشیم. بریم سراغ سوالاتتون. حدوداً 20 تا سوال رو سعی کردم گلچین کنم. البته خیلی سوال بود و شاید مثلا حدوداً 20% از این سوالا راجع این بودش که با ایلان ماسک نسبت داری یا با بابک زنجانی. نه نسبت ندارم، و اینکه نه پولدار هم نیستم. این 2 سال خیلی میپرسیدین. نه صرفا اتفاقا خیلی پولدار، اصلا پولدار نیستم، ولی اینجوری هم که خیلی چیز میز میگیرم. دلیلش اینه که من شکلی هم که اگر یک روزی در لحظه اگر یه اتفاقی افتاد و مردم، ناراحت چیزی نباشم که مثلا فلان چیزو نتونستم ازش استفاده کنم یا فلان چیزو نتونستم تجربه کنم. در نتیجه خیلی خرید میکنم، چون همه از خرید کردن لذت میبرن و همه دوست دارن چیز میز داشته باشن قاعدتاً، و من آدمیم که در لحظه سعی میکنم خیلی زندگی کنم و دوستم همه چی رو تا زمانی که زنده‌ام تجربه کنم که یه وقت دیگه آدم پشیمون نشه. سر همین نه پولدار نیستم، صرفاً خیلی خرج میکنم، عاشق خرج کردنم. مهدی گفته که با چه برنامه ادیت میزنی؟ با پریمیر. عباس قصد مهاجرت داشتی؟ اگر آره کجا و چرا نرفتی؟ ببین قصد مهاجرت داشتم، ولی سنم بالا رفته و احساس میکنم که تو ایران خیلی راحت تره به یه سری جاها برسی به نسبت خارج تو این سن. میدونی بقیه دوستام که رفتم یا چیزی که توی سوشال میبینم و از این اون میشنوم اینجوریه که هر کی رفته اگر تو سن بچگی رفته اونا زندگی خیلی بهتری دارن تا اینکه یه کسی سولو تنهایی یا حالا با زنش با شده مثلا توی سن 26 ساله 27 ساله 30 سالگی رفته، مگر اینکه آره خیلی خوب پولدار باشه. موجودی حساب چقدره؟ اینم از سوالایی بودش که خیلی هم میپرسن. از اونجایی که من خیلی خرید میکنم واقعا موجودی حسابم خیلی زیاد نیست. البته خب شاید یکی از دلش این باشه که به تومن نگران، ولی به هر حال نه موجودی حسابم واقعا کنسول دوست داری. نه اصلا اهل بازی نیستم به جز کال آف دیوتی. با پی سی آخرین باری که بازی کردم دیترویت بود، دیترویت بیکام هیومن، که اصلا یکی از بهترین بازی‌هاست. من از این مدل بازی‌ها خیلی دوست دارم، از این بازی‌ها که بازی نیستن یه حالت فیلمن و تو داری یک نقشی بازی می‌کنی که بیشتر فیلم ببینی. به شدت این بازی رو بهتون پیشنهاد میدم. یک بازی فوق‌العاده است، از این بازیه که هر محله‌ای که میری یک سری تصمیمات باید بگیری و این تصمیمات یک اثر پروانه‌ای میذارن. یعنی ممکنه بازی چند حالت مختلف برای تموم شدن داره و با توجه به تصمیمایی که با اون کاراکترها میگیری سرنوشت بازی رو چیز میکنی، درست میکنی و به شدت بازی خفنیه. اسم برنامه پرینتر چیه؟ قطعا اگر بخواین راجع به اصلا پرینتر سه‌بعدی ویدیو میذارم که چه پرینتری خوبه، چی بگیرین، ارزش خرید چی ها دارن، باز چی کار کنید. اسم برنامه‌ای که پرینت می‌کنم بامبو لبه، چون برند پرینترم بامبو لبه. و بذارید مثلا بهتون یه چیز نشون بدم.
بابت لرزش دست عذرخواهی میکنم. یه سری شکلا داریم بهش میگن جیومتریک، از یه سری مثلث درست شدن. یه همچین چیزی رو میخوام پرینت کنم و یه راهنمای خیلی زیادی داره، نمیدونم توی تصویر خوب مشخص هست یا نه. یه سریاشو پرینت کردم، اتاقم خیلی شلوغه. یه سریاشو پرینت کردم. این همچین حالت مثلثیه که پشتش میبینید یه شماره داره و اگر این شماره رو کنار هم بر اساس این راهنما بذاریم، امیدوارم فوکوس بشه، آره این راهنما بذاریم، در نهایت یه همچین شکلی داریم. الانم بذاریم بهتون نشون بدم، حدوداً نصفشو پرینت کردم، نصف دیگهش مونده. هر کدوم از این دور و بر 6 ساعت طول میکشه پرینت بشه که الان دور و بر 30 دقیقه دیگه که مونده تموم بشه و به شدت خرید پرینتر سه‌بعدی رو بهتون پیشنهاد میکنم. از قیمت‌های پایین هم پرینتر سه‌بعدی شروع میشه. حالا برند بامبولب به نسبت برند گرونیه، اما بذارید من اینو بذارم سر جاش. داشتم میگفتم به شدت بهتون پیشنهاد میکنم پرینتر سه‌بعدی بگیری، هم کارهای خیلی باحالی میشه باهاش انجام داد، هم میتونید ازش کسب درآمد کنید و هم خیلی حال میده. از اون بعدم میخوام اگر خوشتون بیاد به جایی که ویدیو شورت دارین، ویدیو شورت که درست میکنم راجع به این چیزا مثل همیشه، اما ویدیوی لانگشو بیام با پشت صحنه‌شو، یعنی پشت صحنه‌شو ویدیو لانگ درست کنم و بیام توی یوتیوب بذارم. من اگر دوست داشته باشین. مهدی پرسید درآمدت از کجاست؟ درآمدم از تولید محتوا. تولید محتوا به نسبت درآمد خوبی داره، اما تو ایران به خیلی چیزا دخیل، یعنی هر اتفاقی میفته اولین چیزی که صدای میبینه تولید محتواست و خیلی استیبل نیست. اگه می‌خواید تولید محتوا رو شروع کنید بهتون پیشنهاد میدم که در کنارش یک کار دیگه هم داشته باشید و اینو به عنوان شغل دومتون در نظر بگیرید، چون به عنوان شغل اول خیلی پر ریسکه. ندا ابراهیمی تا حالا کال آف بازی کردی؟ آره به شدت کال آف موبایل رو دوست دارم، خیلی وقت بازی نکردم. احتمالاً خیلیاتون اسم مسترش کردین چون ریکوستام بالاست، به همین اسم خودمه، ولی واقعا کال آف موبایل دوست دارم. این چون در هر لحظه میتونی باهاش بازی کنی، مثلا تو سیستم حتی واسه بشینی پشت سیستم موقعیتش پیش بیاد، ولی کال آف موبایل اینجوری که داری میخوابی، خوابت نگرفته و صرفا میری یه مچ بازی میکنیم تا خوابت بگیره. حتی برای من این اتفاق خیلی میفته، خوابم نمیگیره واسه یه مچ میخوام فقط کال آف بازی کنم، ولی چشام باز میکنم میبینم دور اطرافم روز شده. محمد گنج پیدا کردی؟ نه خدای گنج. چجوری یوتیوب شروع کردی؟ امیدی هست؟ من تقریبا جز اولین نفرها بودم که اون زمان تو یوتیوب تولید محتوا کردم. نمیدونم کیا منو از گذشته یادشونه. اون موقع خب خیلی امید بود، ولی الان خب توضیح دادم. بد نیست به حال، شغل باحالیه، با خیلی از آدمای خفن تو هر حوزه میتونین آشنا بشین، میتونین لینک بگیرین، میتونین ارتباط بگیرین، اما همونجوری که گفتم شغل به نسبت پر ریسکیه. سرمایه داشتی؟ احتمالاً راجع به همین سوال یوتیوب و اینجور چیزاست. ببین سرمایه، آره خانواده به من کمک کردن، برام دوربین خریدن. یادم اولین دوربینی گرفتم کنون 77 دی بود، 3,250,000 همچین حدودی، ولی بقیه‌شو خودم گرفتم. حالا اونو پدرم برام گرفت، دستشم درد نکنه، اما نور، سپایه و اینجور چیزها کم 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 جمع شد با پول تولید محتوا. اینجور چیزها مثل خیلی ها، حتی اون موقع اینجور چیزها خیلی کمتر بود، الان هم بیشتر شده، هم بیشتر پیدا میشه و هم راحت‌تر. اون موقع هیچ کس نمیدونست واسه چه نوری بخره و اکثرا نور میگرفتن. این داستان من مثلا 6 سال 7 سال پیشه اشتباه در میومد، کسی نمیدونست میکروفون چی بگه. الان هم بهترین مارکای میکروفون هستش، هم کلی نفر راجبش ویدیو درست کردن، آدم راحت‌تر متوجه میشه چی براش خوبه. تو کارت چقدر پول هست؟ دیجیکالا اسپانسرمه؟ نه دیجیکالا کاش بود واقعا، نه دیجیکالا اسپانسرم نیست، اما یه سری از محتواها رو آره دیجیکالا از من میخواست که براش درست کنم، ولی نه اینجوری نیست که دیجیکالا اسپانسر هر ویدیو باشه. بهترین وسیله که خرید چی بوده؟ ببین قطعا پرینتر سه‌بعدی رو دستش. حتی اکثر وسایلی که خریدم من خیلی دوست داشتم، اما به نظرم تاپ 10 پرینتر سه‌بعدی بوده، چون تونستم با پرینتر سه‌بعدی هر چیزی که به ذهنم میرسه رو درست کنم. این فولدره، بعد توی هر کدوم از این فولدرها میتونی چیزهای مختلف بذاری، مثلا این واسه استیکارت. چجوری اینقدر پول در میاری؟ ببین امیدوارم بتونم منظورم رو خوب برسونم، چون کار من توی سوشال، این سوالا خیلی از من میپرسن تقریبا یا شبیه به اینو، چون کار من سوشاله و نشون دادن و نمایش دادن اینجور گجت ها هست. خیلی ها فکر میکنن که
این آدم چی کار داره میکنه، چجوری اینقدر پول در میاره. یه موضوعی که وجود داره، یک سری از این گجت ها که به دست من یا به دست خیلی ها میرسه حالت اسپانسری داره، یعنی اون وسیله رو میدن طرف باهاش ویدیو درست کنه یا صرفا اون وسیله رو اون میز طرف باشه تا تمام شدن قرارداد. بعضی از محصولات اینجوریه. یک سری دیگه هم به عنوان دکوره. به عنوان مثال کسی که مغازه داره نیاز به که دکورش قشنگ بشه، درنچه واسه مغازهش خیلی خرج میکنه. و از اونجایی که من خودمو دارم مثال میزنم، یا خیلی دیگه هم قطعا شاید اینجوری باشن، نیاز دارن که قاب خوبی داشته باشن، برای همین قابی که به شما نشون میدن و با چیزهای مختلفی پر میکنن که واسه کاربرها جذاب باشه. و شاید این دید به وجود بیاد که او طرف احتمالاً خیلی پول داره که اینجور وسایل داره، این وسایل داره. اما واقعیتش اینه که بخوام صادقانه باشم، من الان ماشینم 206 مدل 94 بودم 200 تا داره، نزدیک 200 تا میشه کارکردش و هنوز عوض نکردم. دلیلش اینه که ترجیح میدم به جایی که مثلا ماشینمو عوض کنم، چه میدونم، بیام یه مانیتور گنده برای خودم بگیرم، یعنی اون هزینه ها رو این شکلی بیام تقسیم کنم. و این بعد و این زاویه رو شما اکثریت می‌بینید. هیچ وقت مثلا من نمیام کنار ماشینم ویدیو نمیذارم. اگر بخوام اون بعد نشون بدم احتمالاً خیلی دیگه اینجور سوال‌ها رو نمیپرسن. و اینو دارم میگم که هیچ وقت خودتون البته با کسی دیگه، با اون چیزی که داره توی تصویر نشون میده مقایسه نکنید. آدم‌ها معمولاً بهترین ورژن خودشونو میارن جلوی دوربین، بهترین قاب خودشونو. من بالا رو نگاه میکنم چون تصویر دوربینم بالاست مانیتورم، بهترین قاب خودشونو میذارن. اگه بخوام پرینتر چقدر راجع پرینتر، اگه بخوام پرینتر استبادی بگیرم و ازش کسب درآمد کنم، میصرفه یه وای فای خوب بهم بگو که فقط بزنم به پرینت ساعتش عالی باشه. اصلا حالا که اینجوری شد من 100% راجع به پرینتر یه ویدیو درست میکنم، ولی آره به نسبت میصرفه، بستگی داره به بودجه، ولی به نسبت میصرفه. وای فای خوبم دقیقاً متوجه شدم اگه منظور مودم وای فای، یعنی از یک جای دیگه میخوای سرویس بگیری وصلش کنی مثلا به اون X28 پرو که من دارم، نسخه پروش بهترین مودمه، قیمتش هم خیلی خوبه. اگر منظور سرویس دهنده است، موبیلنت من ازش خیلی راضیم، هم سرعتش خوبه، هم خیلی اکثر جا آنتن میده، هم که تعرفش خیلی ارزون، تا اونجایی که سرچ میکنم تا اونجایی که من متوجه شدم به نسبت بقیه جا خیلی ارزون تر بود. چرا فعالیتش کم شده و اینکه کمی در مورد شغلت بهم بگو، به بقیه چی پیشنهاد دادی؟ سوالای بقیه‌اش رو جواب دادم. چرا فعالیتش کم شده؟ احساسم مثلا شورت های من خیلیاتون نبینید، من تو شورت فعالیت میکردم بیشتر تا لانگ. چرا عاشق خریدای زیاد از دیجیکالا هستی؟ اسمم بخون عشقی. آریا. خوبی آریا؟ عاشق خریدای وسایل از دیجیکالا هستم، چون تو دیجیکالا همه چی پیدا میشه واقعا. توی یه سری خیلی از فروشگاه خودمونیم، مثل دیجیکالا نیست هر چیزی پیدا بشه. و آره لطفا مثل 3 سال پیش ویدیو خفن و بلند بذار، مخصوصا ترفنده و بررسی گجت و لپتاپ. ببین خیلی ویو نمیگرفت صادقانه. اگر برین همین رو هم نگاه کنین، ویدیوهای قبلا که ترفند بود، یعنی اون زمان اونقدر انرژی و زمانی که بابتش گذاشته میشد اونقدر ویو نمیگرفت. به طور مثال واسه ترفندها من باز چندین ساعت خودم میرفتم سرچ میکردم، یه سری ترفندا رو یاد میگرفتم، بعد دوباره یه ویدیو لانگ درست میکردم، بعد ادیتش میکردم و آخر سرم ویوش به نسبت یه ویدیو مثلا فان و اینجور چیزا کمتر بود. برای همین گذاشتم کنار. بررسی لپتاپ که اصلا خب ویو نداره، چون الان یه سری از کانال‌ها هستن فکر کنم مثل بینوشا خیلی ویدیو لپتاپ میذاره. خودمونیم توی هر خانواده چند نفر مگه به لپتاپ نیاز دارن که بیان مثلا بررسی لپتاپ ببینن؟ برای همین اینجور چیزا ویو نداره. این خیلی باحاله که پرسیده چند تا رابطه یا دوست دختر داشتی، الان هم تو رابطه‌ای، بعد یکی زیرش کامنت گذاشته این قطعاً باباشه. کارهای کوچیکی که میکنی حالت خوب میشه، باهاش روح و روانت همیشه شادابه، اون چیه؟ پرینتر 3 بعدی. بذارین بهتون یه چیز نشون بدم. این سری گفتم با گوشی ببرمتون لرزش کمتر باشه. اینجا راهروی خونمونه و اینا رو ببینیم، تمامی اینا خیلی باحال. این کلاشه، میبینی این گوشیش افتاده. تمامی اینا رو من با پرینتر 3 بعدی درست کردم. این قسمت هنوز کامل نشده. اینجا این خونه جریه درش باز میشه، اینجا جا کفشی و گلدون و یه سری چیزا باز بذارم. این قسمت هم پر از آدمای مختلف گذاشتم، هر کدومشون دارن یه کاری رو میکنن. پیش ببخشید اگر صدا اکو داره، چون خب اینجا فضا بازه اینجوریه. من خودم بیشتر از همه از این خیلی خوشم میاد، نظرم گلدونش خیلی باحال شده. این قسمت پایینم دارم یه سری چیزا اضافه میکنم، هنوز
کامل نشده. اون چیزی هم که میخوام پرینت کنم تابلو اینجا قرار میگیره، اما این قسمت هم خیلی دوست دارم و کلا تمامی اینها رو من با پرینتر سه‌بعدی پرینت کردم و خیلی های دیگه هم هستش. اینا یه بخش خیلی کوچیکشه و واقعا یه چیزی هستش که خیلی هابیمه، خیلی بهش دلخوشی دارم و برای همینم پیشنهاد می‌کنم حتما بگین اگر دنبال خلق کردن، دنبال درست کردن اینجور چیزا هستین، پرینتر سه‌بعدی میتونه خیلی به کارتون بیاد و منتظر ویدیوی بعدی هم که اون تابلو رو دارم با پرینتر سه‌بعدی درست میکنم باشید.